توی این پست قراره بهت چیزایی رو بگم که از صنعت پورن نمیدونی. فیلمبرداری یک فیلم پورن 20 دقیقه‌ای حدود 10 ساعت طول میکشه، اما تو فقط 20 دقیقه‌ش رو میبینی. پس اونا از یه رابطه جنسی فیلم نمیگیرن، اونا رابطه جنسی رو بازی میکنن. تو داری فقط یه دروغ میبینی، نه یه لذت واقعی. رفقا، صنعت پورن هیچ وقت از پورنستارهایی که خودکشی کردن یا دچار HIV یا بیماری‌های مقاربتی شدن حرف نمیزنه. هیچ کس از سقط جنین‌هایی که توی پورن اتفاق میفته حرف نمیزنه. بارها وسط فیلمبرداری بدن خانم‌ها گریم میشه تا ترک پوستی نداشته باشه و به آلت آقایون بارها هورمون تزریق میشه تا بزرگ و فانتزی دیده بشه. بازیگرهای پورن وسط فیلمبرداری دوش میگیرن، غذا میخورن و بارها بهشون هورمون تزریق میشه. کارگردانهای فیلم پورن میگن تا به حال هیچ وقت یه فیلم واقعی نساختن. اونا همیشه قسمت مربوط به درد کشیدن و تحمل نکردن و حتی گریه پورنستارها رو حذف میکنن. اونا دست روی آدمهایی میذارن که روانشون نابود شده و رنجهای زیادی تو زندگیشون دیدن، ولی ما فکر میکنیم پورنستارها لذت بخشترین زندگی رو دارن و تو فقط یه دروغ بزرگ میبینی که به زندگی خیلی آسیب زده، هم تو و هم اونی که داری تماشاش میکنی.